Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. در میدان هستند. دفاعگران فخرالدین احتمов رقم 2، رقم 3 تونی بیکاتال، رقم 5 فردوس عبدالسلیمов، رقم 8 احسان بابوев، رقم 14 عزیزبек حییتов، کاپیتان دسته رقم 62 و رقم 99 دیانتون با سرمربی فاروق معروفیف. پیراهن‌های رنگی زرد وارد میدان میشود. دروازه‌بان آنها رقم 30 سپارف مردان. بینندگان گرامی آغاز میشود رقابت امروزه با اشتراک دسته‌های خوجند و مرو. یادآور میشوم که یوسف نواتی توپ رو میبینه. بهترین امکانیت در این لحظه و هجوم دستای خوجند دوام می‌یابد و این یک سپتامبر شروع میشوند و خطای بسیار هم داخل دروازه‌بان امکانیتی بهترین ولی این دروازه روان کند زیرا چنین تجربه رو هم دارد. بله ضربه او راست جانبی دروازه و توپ با تیر دروازه رسیده از میدان بیرون می شود. برای مطابق شوی هم البته برایش کمی وقت لازم است. هجوم خطرناک فوتبالبازان دسته مرو و ببینید که در این حالت ما با چگونه خطا راه داده ایستاده‌ایم. خطای فوتبالبازان خط دفاعی دسته مذکور. توجه کنید اینجا شاید بسیاری فکر کردند که ضربه است اما نه، این دیده و دانسته پس دادن بود به سمت همدستش مراد یخشیف. پسی او با کنار چپ خوشمدبک بازارов ارسال توپ از سوی او و در این حالت اکنون ببینید دروازه‌بان جمع آمدن. ارسال توپ رو میبینیم. بسیار امکانیت خوب و بهترین شانس بود در فauلی که در نیمه یکم بود. بعد از دقیقه 60 دیگر نشان باقی نمانده است. امکانیت نوبتی فرصت هست. ضربه رو میبینیم میونه ضربه و گل. حساب برابر میشود 1-1 و احسن باید گوییم با فوتبالبازان دسته خوجند که توانستند حساب رو برابر کنند و این کار رو نفر انجام میدهد که در آغاز قسم دوم به میدان برآمده بود. از سوی اساسی دولت‌داری ملیمان پرچم ملی رو آوردن. بار دیگر توجه کنید به این حالت. دیانتون بس ضربه زده نتوانست زیرا پیشروی او رو دفاعگر گرفت و بعدا توپ از پای فوتبالباز ترکمن به نزد پرویز بوقیف آمده است. از نزد بازیگر که با استفاده از دریبلینگ های بسیار هم خطرناک خود میتواند وضعیت های خطرناک رو به وجود دارد. امکانیتی بهترین ضربه و با کجا ضربه میزند در این حالت خوشمدبک بازارov ترکمنستان برآمد میکنند. از همه دسته با تجربه محض مرو است. امکانیتی نوبتی برای فوتبالبازان ما. فرصتی به نهایت خوب ضربه رو میبینیم و دروازه‌بان این دفعه اکنون دسته مرو رو ضربه او رو میبینیم. بسیار ضربه خطرناک هم است ولی علاوه بر این گزارش بسیار خوب. هجوم دوام می‌یابد. فرصتی بهترین ضربه و دروازه‌بان برگرداند این حالت رو. دوباره هم شدیم. حالا باز یک هجوم دیگر رو با شکل فوتبالبازان دسته خوجند می‌بینیم. امکانیتی بهترین جهانگیر ارگشوف پاس می‌دهد. ضربه در این حالت لازم بود البته زودتر ضربه می‌زد و یا باز بعضی از نمگوی حالت‌های دیگری هست که در این اجازه دیدن با ایوازی فوتبالباز دیگر جان رو در میدان اکنون اجازه داده می شود. پرتافتی توپ رو میبینیم. وضعیت خطرناک است و ببینید چگونه در این حالت فوتبالبازان دسته ما باز هم به خطا راه داده ایستادند. توجه کنید به این حالت. دروازه‌بان هم البته از موقع خود پیش برآمد اما با پورگی وقتی دروازه‌بان از موقع خود پیش میبرد باید بازی کند. حداقل اگر او باز کمی دیگر با جرأت‌تر پیش میرفت و رقیب نشینی نیست. خوجند خیلی خوب درک میکند که فرصت نوبتی پیدا میشده رو باید ثمرناک استفاده برد. این از تقدیر بازی امروزه رو در آخر برای دسته خوجند به طور دیگر حل و فصل کند. مبارزه دوام دارد. تونی بیکاتال ضربه میزند و توپ با فوتبالباز دسته و خوجند رو دستگیری و هواداری نمایند در چنین لحظه مشکل. بویرجان سنگینبویف پرتافت توپ از سوی او امکانیت است. ضربه و دروازه‌بان در این حالت توپ رو به دست میآورد. تمام 120 دقیقه رفتی رقابت امروزه جنبش می شود.